آیا میدونی وقتی میخوای یه رکورد ضبط شده توی ادوبی کانکت رو تماشا کنی و با خطای unsupported content مواجه میشی دلیلش چیه؟ بیا اینجا تا بهت بگم. دلیل این خطا اینه که اون فایلی که هنگام تدریس توسط استاد شیر شده بوده از قسمت uploaded content حذف شده و به خاطر همین دیگه موقعی که شما میخواید اون رکورد ضبط شده رو ببینید به جز صدا چیز دیگه ای رو نمیتونید مشاهده کنید. راه حل این مشکل هم راه حل ساده ای نیست، چون با اضافه کردن مجدد اون فایل به این قسمت باز هم این خطا رخ میده و شما چاره ای جز این ندارید که بیاید اون رکورد رو به صورت آفلاین ضبطش کنید و بعد بشینید اون فایل ضبط شده رو تماشا کنید. توی فایلی که ضبط شده دیگه شما با اون خطا مواجه نیستید و میتونید کامل محتوای اون درس رو داشته باشید. همونطور که میبینید دیگه الان با اون خطا مواجه نیستید و میتونید ویدیو رو کامل و به درستی ببینید. امیدوارم که از این آموزش هم خوشتون اومده باشه. برای دیدن آموزش‌های بیشتر میتونید کانال ما رو تو یوتیوب دنبال کنید.